وی ایم تا چوزنو یو کای کمیلیس خیل کایه یو حکومتن چیزا نیاد وزم به تو علاقه نگنه وستش دیدم تر حکومت وای مدار وای یو که گبه چویگه لو خنا برسم خمونا نگدار حواسم وای گیرت لبک دندونت برایاده وای برایت نفسم لو در دشتک بودم خجل برای رسول اکرم میگه شخص خواب کنه در خونه ولی همسایش گرسنه باشه والله لا یؤمن ایمان ندارد. وقتی ما میبینیم که چشم اون زنی اون مرده برده زندانش کرده گریه دارد، یتیماش و فرزنداش دارن گریه دارن به حال اون، آیا من مرد باشم باید در خانه بشینم و نگاه کنم که سیاست پیش گرفته پیشوای ملت اساس گذار صلح و وحدت دارنده 7 دختر و 4000 داماد و یا دامادهای بیشمار ممکن عددش از اینم زیاد باشد. ما باید بشینم صبر کنم تماشا کنم گوش کنم شما را. من باید بستم که هو خیلی من هیچی نگفتن، فردا نوبتی منم میرسه والله، فردا نوبت هر یک تک تک ما و شما میرسد. فردا رحمانو به کسی تو امروز رحم نکرده است و در آینده هم رحم نمیکند. آیا رحم به سنگک کرد؟ آیا رحم به فیضلی کرد؟ آیا رحم به غفور سیدوی کرد؟ آیا رحم به یعقوب سلیم کرد؟ آیا رحم به قوتوف کرد؟ خوب بدونید آیا رحم به اونانی که دوستیوف که تا امروز همراهش بود حزبش تشکیل کرد، رحمانوف سواد حزب نداشت، یک شته در کونش نزد سرش کرد؟ آیا رحم به محمد سعید عبیدالله کرد؟ آیا رحم به کی کرد رحمانوف؟ رحم به من تو میکند، رحم به یک آدم عادی میکند. محمد سعید عبیدالله تا حاضر برد رسوندش، دوستیوف آورد حزبش تشکیل کرد رفت رسوندش. کجا شدن اونا؟ کدامش ماندن باقی؟ فکر دارد رحمانوف به مردم عادی رحم میکند؟ ما از کسی تهراس و ترس نداریم. با همین خاطر مردم به شما دیگه باور نداره، مردم به شما اعتماد ندارن، مردم به شما تماما باور ندارن که شما کی هستید دیگه، چون که شما تا امروز فریب کردید، تا امروز غارت کردید، تا امروز تجاوز کردید، تا امروز کراپسیا پول مردم خوردید، تا امروز به این ملت عادی‌ترین رحم روا ندیدید. شما انا همین مقامات هستید. سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت انا همینه. سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت دولت تاجیکستان در قشاق زده ترین دولت، در دولتی کراپسیون دولت در دنیا در رده های اول قرار می‌گیرد. دولتی که حقوق بشر پایمال می‌گردد و گزیپ امریکا میگه که تاجیکستان در بدترین حالت قرار داره، با نام اکستریمیست تروریست مخالفای سیاسیش داره از بین میبره. شخصی که دعوای میتینگ کرد محمود آدینایف بردن اونا زندان کردن 2 ماه در توقیفگاه. برای چی؟ برای اینکه چرا گفتی که میتینگ؟ این مردم دیگه اجازه نمیگیرن از رستم فردا، ای رستم اجازه نمیگیرن، ای آزادت. این مردم میخزن میرن با پیش قصرت، بعد اون وقت میفهمی که بدون اجازه با پیش تو میآین. رحمانوف خوب دقت بکن، این ملت غلام شما نیست. این ملت دیگه شما را طاقت نمیکنه. این ملت دیگه صبرش لبریز شده است، تو همینجا آمده است پر شده است دیگه جنایت شما. امام علی رحمانوف تو اگر این دزدا و غارتگرا را از حکومت دور نکنه، تا این نظامی که تشکیل کرده است نظام استبدادی و کراپسیونی و اویلوی، تو اگر به این خاتمه نگذارد و نقطه نگذارد، تو اگر این ملت نگذارد که آزادانه نفس بکشد، امام علی روز نداری. تو خوب تماشا کرده ایسای مقامات یا دختر یا نبیرت تماشا کرده است. برسانه به باباتون، برسانه به خسرتون کدام دامادش باشی، اگر برسانه که وضعیت بزه باید که مردم ایتاری کردن در کار نیست.